گایز خوش اومدین به این ویدیو. اسم من ویتامینه و اومدیم این ویدیو بریم اکانت جدیدمون که خریدم با هم ببینیمش. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ویدیو رو ببینیم. اول از همه این ستای بندی تورشون میده. سه تا بندی داره، یکی نئونی، یکی بنفش، قرمز. الیت 4 این که دینو ست عروس. خب حالا میام از ستاش بندیت مشکی فکر کنم بهش میگفتن، اینو نمیدونم. فانتوم طلایی، وایت مشکی، اینم نمیدونم. الیت 6 پیکسل، الیت 5 دزدان، الیت 3 شیمیایی. این بویا فکرم ست بویا فکرم بهشون گفتن. این سایت جدیده. این از ستاش. حالا میایم اینجا تو بگا سری رد میکنم بره. این از ستاش یعنی بگاش. نه چطور سیدن کن این کار از در واقع آدیش پیش اینجا معتبر کنم اگه کاری چیزی خواستید یادش کنید. این رو بکنم از این حالا میپونتر بیایم. حالا میرسیم به دنساش. این دنسو که من با کد خریدم، اینم M10 مکس که ویدیوهاش هم براتون آپلود کردم. اینم تامسون مکس، اینم AN94 مکس، اینم دلول مکس، اینم یه نمیدونم این چی بود. این فکرم دنس جنگل بوده. اینم دنس بمب. اینم که فکرم فری داد به همگی. اینم بویا پس بوده فکر کنم. اینم همین سایت بود گرفتمش، نمیدونم ویدیوشو هم گذاشتم. اینم بویا پس بود فکر کنم. این نمیدونم چی بود واقعا. اینم نمیدونم. این اینفورمکس مکس پیچل اسکار دنس صندلی قلب اسپایدرمن. این سایت تو کام میگیره باشه اسم میگیره. دنس مصر. خب میرسیم به دنسای ورود اسکار. یکی اینو دارم، یکی هم این که این واقعا خیلی خفنه. این در اینجا وقتی وسط گیمی میتونی بزنی رو وسطی و ست تو عوض میکنه. یا مثلا ستی که این تکیه مثلا میشه این بهش میتونی دوباره برش کنی. اسم ماشین، اسم موتور، اسم ماشین، اسم بیکار، اسم تلفن، اسم این ماشین، اسم این بوقت مثل به بیانش سلام بزرگ. خب اینا من این بوقت یا میگیم من بعد اسمش کنه اسمش M4 AK لولی، اسکار لولی، فاماس X8 گردونه اولش، AN94 گردونه اولیش، دراگونوف، وودپکر، ساتیر، M60، این گونه نمیدونم چیه، UMP،
MP5 VSS MP40 P90 تامسون ویکتور M10 M10 لول M10 سبز این M10 آتیشی و تو اینجا اسپاس دلول مکس 7 گان شارژی اسنایپ و کار 98 و اسنایپ پشت یخ این اسکین در پای چی؟ شمشیر اسکین مشت بوم 4 تا بوم پنجاه تا یخ لانچر و این بود از این ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.